سلام، من مجتبی گلاب هستم و خوش اومدید به یه ویدئوی دیگه. توی این ویدئو میخوایم با هم دیگه یه لیدربورد ساده و کوچولو واسه بازیمون طراحی کنیم. ما اینجا از یک در واقع پنل آماده استفاده میکنیم که یک پکیجی رو به ما میده و با استفاده از اون پکیج ما میتونیم لیدربورد رو پیاده سازی کنیم. و خب برای اینکه وقت ویدیو هم زیاد گرفته نشه، من از قبل یه طراحی ساده و خیلی زشتی اینجا پیاده کردم که دو تا فیلد در واقع اینپوت فیلد داره، همونجور که اینجا میبینید. در واقع یه دونه اینه، در واقع یه دونه برای وارد کردن ممبر آیدی یا همون یوزر نیم و این پایین هم برای یه دونه امتیاز که حالا مثلا یه امتیازی خودمون اینجا دستی وارد کنیم و با استفاده از این دکمه این امتیازات و این یوزر نیم رو با هم دیگه بفرسته به لیدربوردمون، به اون پنلمون و داخل اون پنلمون اینا سیو بشه. و وقتی که داخل این پنل اونجا سیو شد، با استفاده از این دکمه، حالا اینجا بهتر نمایش داده شده، با استفاده از این دکمه بتونیم اینا رو از اونجا دریافت کنیم و اینجا نمایش بدیم. اینجا اومدم یه دونه در واقع اسکرول ویو ایجاد کردم و داخل اینجا میبینید که 20 تا باتن درست کردم و داخل تکست باتن ها این متنا رو به عنوان نمونه اینجا نوشتم که حالا یه چیزی دیده بشه. بعدن داخل کد نویسی ها خودمون متنی رو بهش میدیم که با اون یوزر نیم ها و امتیازات به طور مرتب نمایش داده بشه و اینجوری با حالت درهم برهم نباشه. خب به نظرم دیگه داخل یونیتی توضیحاتی نداریم فعلا و اینا رو هم که توضیح دادم. یه نگاهی بکنید به در واقع چیزی که طراحی کردم که گیج نشید. بعدن که میخوایم بریم سراغ قسمت های دیگه، من یکی یکی اینا رو باز میکنم که همه رو ببینید. یه دونه باتن داریم، همین باتن سابمیت، اینجا باتن نمایش امتیازها رو داریم و اینجا در واقع اینپوت فیلده که خیلی ساده است دیگه ساختنش، نیاز به گفتن نداره. پلیر اسکور و همین، این هم که اسکرول ویوه، چیز دیگه اینجا نداره. اوکی، بریم سراغ پنلی که میخوایم ازش استفاده کنیم و لیدربورد رو پیاده کنیم. نکته بچه‌ها، این پنل به صورت رایگانه، اما خب رایگانش محدوده. در واقع یه سری محدودیت ها داره که مثلا یه چیزش اینه که ماهانه فکر کنم 1000 تا کاربر میتونید داشته باشید. نمیدونم حالا این درسته یا نه، اما خب یه 1000 اونجا نوشته و به هر حال محدودیت داره. اما تجربه‌ای که من نسبت به این سایت داشتم این بود که روونه و پنل خوبی داره، خیلی سرراسته، داکیومنت خیلی تر و تمیزی داره و به نظرم میشه روش مانور داد و کارهای جالبی باش انجام داد. بریم سراغش. کروم رو باز میکنید و لوت لوکر رو مینویسید. داخل سایتش ثبت نام میکنید، یه سری اطلاعات در مورد تیم بازی سازیتون، در مورد اسم بازیتون، در مورد کاری که دارید انجام میکنید ازتون میگیره و وقتی که ثبت نامتون کامل شد یه همچین پنلی براتون باز میشه. ببینید که من پنل رایگان رو دارم، ولی خب شما میتونید طرح‌های مختلفش رو انتخاب کنید و حالا پنل‌های پولی رو خریداری کنید. اوکی، کاری با این نداریم دیگه، کارمون اینجا تمومه. میام پایین‌تر. اینجا هم همون بود که گفتم 1000 تا اکتیو یوزر ماهانه. خب میاد پایین‌تر و داخل اینجا در واقع داکیومنتیشن این رو کلیک میکنید. میخوایم قدم به قدم با داکیومنت خود این سایت پیش بریم و چیزی رو از قلم جا نندازیم. از قلم چرا؟ من کلا چیزی رو جا نندازیم. آره خب چرا باز نمیشه؟ باز شد. خب این هم از این. میایم پایین چون میخوایم دیگه سریع کار رو شروع کنیم و الکی داکیومنت اضافه نخونیم. گرچه که من بهتون پیشنهاد میکنم یه مقدار مطالعه کنید و همش رو بخونید، چون حتی اگر بیخود هم باشه و به درد کار فعلیتون نخوره، ممکنه چیزهایی بخونید که برای کارهای آیندهتون به درد بخوره. خب من میام اینجا یونیتی کویک استارت رو میزنم
منطقاً باید الان بریم سراغ پکیجش و اون پکیج رو باید دانلود کنیم. یه دانلود اینجا گذاشته، میتونید دانلود کنید یا اینکه میتونید از این لینک استفاده کنید. من ترجیحم این لینکه چون بسیار سرراستره. کپی میکنم این لینک رو، وارد یونیتی میشید. حالا من از قبل این پکیج رو دانلود کردم، اما این مسیر رو بیاید ویندو و اینجا پکیج منیجر، از این قسمت به علاوه و اینجا میبینید که git URL. حواستون باشه حتما این گزینه. اینجا اون لینکی که کپی کردید رو پیست میکنید. اد رو که بزنید، حالا من قبلا دانلود دارم همینه لوتلوک، ولی خب بذار ببینیم چی میگه. اد رو که بزنید براتون دانلود میکنه، یا حالا آپدیتی براش اومده باشه آپدیتش میکنه. خب بعد از اینکه پکیج رو دانلود کردید و ایمپورت شد، میتونید از اینجا آپدیتش رو بررسی کنید. حالا یا میتونید لاگین کنید برای ساختن API و کارهای اینطوری. من این پنجره رو میبندم، برمیگردم به داکیومنتش ببینیم ادامه مراحلش چیه. خب اینجا که کارهایی بود که انجام دادیم با هم دیگه، اومده پایینتر گفته که میتونید هم از خود گیت هاب به طور مستقیم دانلود کنید و اینجور چیزا. اومده پایینتر گفته وارد این مسیر بشید و برید این کارها رو انجام بدید. چه کارهایی؟ API کی و دامین کی رو اینجا قرار بدید. اوکی، میریم این کارها رو انجام میدیم. در واقع edit project setting. حله. خب بریم ببینیم چی میشه و چیا اصلا از همون میخواد. edit و اینجا project setting و مورد بعدی کدوم بود؟ کجا باید میرفتیم؟ آها اینه لوتلوکر SDK. ببینید یه دونه API کی از اون میخواد، یه دونه دامین کی. بریم ببینیم داخل خود سایتش اینا کجاست. من برمیگردم به خود کنسول، داخل setting و اینجا API رو میزنم visit API key. آها همینجاست. خب API key رو از کجا میارید؟ از اینجا. اینه که حالا من کپی میکنم، همینه دیگه API key نوشته. آره همین. و میام داخل یونیتی میگیرید و اینجا پیستش میکنید. این هم از این. و عرضم به خدمتتون که مورد بعدی که میخواست دامین کی بود. در واقع کلید دامین رو میخواست. این رو هم میایید پیست میکنید اینجا. گیم ورژن و اینا رو اگه خواستید تغییر بدید، نخواستید هم اصلا تغییر ندید. بریم دیگه. همین بود. بله دیگه چیز دیگه این نبود. خب ببندید. این هم از این مرحله و این کار رو هم انجام دادیم. برمیگردم تو صفحه اول این کنسولمون، بریم داخل داکیومنت. ادامهش چی بود؟ اینجا دیگه کاری نداره. نکست. این هم که آپدیت هم که نمیخوایم بکنیم و اینجا هم که دیگه داره میگه برید سراغ این که کاربرهاتون رو معرفی کنید. خب حتما ادامه داکیومنت رو بخونید. من قبلا خوندم، الان دیگه بخوام با هم بخونیم به شدت وقت ویدیو میره بالا و از حوصله خارجه. داره روش های لاگین رو میگه که آقا چجوری باشه و حتما اینا رو مطالعه کنید. برای امنیت بازیتون هم که شده حتما باید اینا رو بخونید. حالا دیگه ما کاری با این قسمت نداریم فعلا. میام پایینتر میگه لیدربورد. اوکی، وارد لیدربورد میشم. خب اولین مرحله میگه باید بری یه دونه لیدربورد بسازی داخل کنسولت. رواله، منم همین کار میکنم. میگه از این قسمت سیستم بیا پایینتر، یه همچین پنجره‌ای برات باز میشه و اینا رو تنظیماتش رو انجام بده و لیدربوردت رو بساز. اوکی، چرا این کار رو انجام ندیم؟ ما اصلا میخوایم لیدربورد بسازیم. سیستم از این قسمت لیدربورد و کریت رو میزنید، این پنجره باز میشه. مثلا
یه اسم برش انتخاب میکنید. من میذارم تست لیدر بورد. یه دونه کلید برش انتخاب میکنید. تست لیدر بورد کی. خب من رو میذارم روی جنریک که این اتفاق نیفت. دایرکشن متد رو هم دست بهش نمیذارم. خب یکی یکی اینا رو بخونید دیگه و هر کدوم نیاز کارتون بود رو فعال کنید یا غیر فعال کنید، یا حتی این قسمت اگر که میخواید اینجوری باشه این رو فعال کنید. و اگر توضیحات بیشتر هم میخواید که داکیومنتش رو بخونید، کامل توضیح داده اینا رو. اینجا الان دایرکشن مود رو همینجا توضیح داده. همین بسته دیگه. سیو رو میزنم و لیدربوردم ایجاد میشه. در واقع این لیدربورد منه. خب میریم سراغ مرحله بعد، سابمیت اسکور تو لیدربورد. در واقع میگه که یه دونه امتیاز رو چجوری ما بفرستیم به لیدربورد. خب حالا چیزی که قابل پیش بینیه اینه که باید بریم وارد یونیتی بشیم و حالا من یه دونه فایل اسکریپت ساختم. میام اینجا یه دونه create C# اسکریپت میسازم و اسمش رو میذارم لیدربورد. اوکی، این رو بازش میکنم. این هم از این میگه enable game API rights رو کاش زده بودید. این رو باید فعال میکردیم. برگردیم به لیدربوردمون، ادیت رو بزنید اینجا و این تیک رو فعال کنید. ظاهرا نیاز. سیو رو بزنید، برمیگردیم به داکیومنت. خب میام پایین، میگه برای سابمیت کرد. بچه‌ها حتما با آرامش قشنگ این داکیومنت رو بخونید. من از قبل یه دور سرسری مطالعه کردم، یه چیزی دستم اومده، رو همون هوا میریم برای پیاده سازیش. خب استرینگ داره ممبر آیدی. اوکی، و اینجا هم لیدربورد آیدی داریم. این هم از این. میدونیم چیکارش باید بکنیم. یه دونه هم امتیاز داریم. بعد گفته برای سابمیت کردن امتیازات ممبر آیدی رو بهم بده، امتیاز رو بهم بده، لیدربورد آیدی رو بهم بده. بریم پیادهش کنیم. وارد یونیتی میشم، فایل اسکریپت لیدربورد رو باز میکنم. خب از این بالا شروع کنیم. بچه‌ها ما دو تا در واقع اینپوت فیلد داریم که باید اونا رو تعریفشون کنیم. پس بیاید این کار رو انجام بدیم. پابلیک اینپوت فیلد یه دونه ممبر آیدی داریم، ممبر آیدی و پلیر اسکور. رواله این از حالا همونجور که گفت ما نیاز به لیدربورد آیدی داریم دیگه. بیا تعریفش کنیم. پابلیک استرینگ از نوع استرینگ هم بود دیگه. لیدربورد آیدی رواله برابر میذارم با لیدربورد آیدی مون چنده. باید به دست تو پنلتون ببینید. در واقع از اینجا اینه. ببینید لیدربورد آیدی اینه. حواستون باشه چرت و پرت وارد نکنید. قشنگ همین رو کپی کن، برگرد بیا و اینجا پیستش کن به همین سادگی و خوشمزگی. منتها باید این داخل کوتیشن باشه. گرفتی چی شد؟ کوتیشن. و سمیکالون رو هم آخرش بنداز. خب این تا اینجا. بریم برای در واقع استارت کردن لیدربورد. میام داخل استارت، اینجا این رو صدا میزنم لوت لوکر استیکا منیج دات استارت گست سیژن. گرفتی چی شد؟ اینجا هم ریسپانس رو بهش میدم. یه ریسپانس که بنویسید خودش این رو میاره. رواله اینجا هم از اینا میذارم و داخلش مینویسم که if response dot success در واقع ریسپانس موفق بود، بیا و این پیغام رو برای من دیباگ کن. در غیر این صورت هم چی نوشت؟ در غیر این صورت هم بیا و این یکی پیغام رو برای من دیباگ کن. کدوم پیغام؟ این پیغام.
خب این هم از این. اوکی. خب حرکت بعدی که باید بزنی اینه که کدهای این دکمه رو طراحی کنیم، در واقع همین دکمه سابمیت که داخل داکیومنت هم اومدیم و یه چیزایی در موردش خوندیم که چجوری پیادهش کنیم. بریم ببینیم چی به چیه و چی کار میتونیم بکنیم. میام پایینتر، بعد از آپدیت یه دونه تابه میسازم، پابلیک void، مقدار بازگشتی هم نمیخوام داشته باشه، btn submit score پرانتز باز و بسته. خب لوتلوکر استیکا منیجر دات سابمیت اسکور، مقدار اولی که میخواد ممبر آیدیه. خب ما داریم دیگه، اینو گرفتیم، اینپوت فیلد بود، اون بالا تعریفش کردیم، همینو بهش میدیم دات تکست و بریم سراغ مورد بعدیمون که چی بود. ببین الان اسکور میخواد، خب ما اسکور هم داریم، مینویسم int dot parse پرانتز باز و بسته player score dot text. این هم از آیتم بعدیمون و بریم سراغ لیدربورد کی که اون رو هم داریم، لیدربورد آیدی و در آخر ریسپانس. این هم از این نمزه. خب این یه تیکم که دیگه فرایندش مثل همین جاست و فرقی نداره، منتها حالا این متنا فرق میکنه. واسه همین من از قبل نوشتم، اینا رو کپی میکنم میارم میندازم این طرف، شما هم از روش بنویسید. خب حرکت بعدی که باید بزنیم در واقع نوشتن کدهای این دکمه است که وقتی روش کلیک شد بیاد و این یوزرنیم ها و امتیازات رو داخل لیدربورد بهمون نشون بده. بریم داخل داکیومنت خود این سایت ببینیم چیزی نوشته یا نه. بله همینه، ترجمهش هم بکنم ببینید. داده های تابلو امتیازات رو بازیابی کنید. حالا بازیابی کنید که نشون بدید. آقا میگه میتونید یه دونه ورودی بگیرید و نشون بدید، در واقع مثلا فقط یه نفر خاص رو نشون بدید، مثلا یه نفر. حالا مثلا این برای چی خوبه؟ برای اینکه هر کسی، هر دیوایسی بتونه در واقع رنکش و یوزرنیم و امتیازات رو ببینه، برای خودش، مال خودش رو ببینه. حالا این میتونه برای اون استفاده بشه که من خودم هم چند جایی از این استفاده کردم. این هم که در واقع همون نمایش عادی لیدربورد، از بالا به پایین همه رو نشون بده که ما از همین استفاده میکنیم اینجا. خب بریم با همین رو پیاده کنیم. خب میام بعد از این تابه یه دونه تابه هم برای اون دکمه نمایش امتیازات درست میکنم. public void show score همین. حالا یه دونه btn هم بندازیم قبلش، btn. این هم از خب میام داخلش و مجددا همون فرایند رو پیش میرم، منتها این سری میگم دات get score list و لیدربورد آیدی رو بهش میدم به عنوان اولین پارامتر و مورد بعدی هم یه دونه این ازمون میخواد. حالا اینجا هم میزنه اینه، یه دونه اینت ازمون میخواد که حالا کانته و how many entries to get، در واقع میگه که چند تا اسکور، چند تا امتیاز برگردونم واسه، چند تا واسه نمایش بدم، یه همچین چیزیه منظورش. هر عددی دوست داشتید میتونید بذارید، یا حالا میتونید هم یه الگوریتمی پیاده کنید که این به صورت در واقع اتوماتیک به همراه با تعداد در واقع کسایی که داخل بازیتون ثبت نام میکنن این عدد بره بالا. حالا مثلا یه دونه دو تا بیشتر هم جا بذارید که این عدد همراه با اون تعداد کاربراتون بره بالاتر و خودش یه حالت پویا داشته باشه. ولی من اینجا به صورت دستی مثلا میذارم
20 چون 20 تا آیتم اونجا تعریف کردم داخل لیدر بورد. ولی شما به نظرم یه الگوریتم براش پیاده کنید که به صورت پویا این خودش پیش بره. خب ریسپانس رو هم می نویسم. چیکار کردیم؟ ریسپانس رو هم می نویسم و این هم از این. میام داخلش میگم که اگر ریسپانس موفق بود بیا بگو که لوت لوکر یه چیز دیگه میخوام. نه اینا نیست. ممبر آیدی نداری همچی چیزی. لوت لوکر لوت لیدر بورد ممبر همینه. دات خب ممبر کروشه باز و بسته. در واقع میخوام با این یه دونه لیست بسازم، اسمش رو هم میذارم پلیر دیتا برابر با response dot item. بله. خب حالا وقتشه که نمایش بدیم در واقع امتیازاتمون و یوزرنیم و رنک و حالا این چیزا رو. خب می‌نویسم که for i تا زمانی که i کوچکتر از 20، همین 20 که اینجا وارد کردیم این هم با اینجا یکیه. میام این بالا یه دونه در واقع لیست تعریف میکنم که از نوع تکست باشه. می‌نویسم که پابلیک تکست کروشه رو هم براش میذارم و اینجا هم می‌نویسم اسمش رو مثلا انترایز و همین. میام پایین در واقع همینجا بهش میگم که انترایز کروشه داخلش آی که در واقع اون اندیس آی رو بنداز داخلش دات تکست برابر با خب پلیر دیتا. اینجا شو دقت کن کروشه باز و بسته، اینجا هم آی رو میندازم داخلش دات اولین چیزی که میخوام بگیرم ازش رنک کاربر رو میخوام ازش بگیرم به علاوه مورد بعدی. حالا برای تمیزتر شدنش آخر سر بهتون میگم چیکار میکنم. فعلا بذارید مورد بعدی رو بگیرم تون پشت سر هم. کروشه باز و بسته آی و دات ممبر آیدی رو ازش میخوام بگیرم برای مورد بعدی پلیر دیتا، این هم کروشه این هم آی و مورد بعدی که میخوام بگیریم دیگه همتون میدونید اسکوره و همین. خب بریم یکم مرتبش کنیم که جذابتر به همون نمایش بده. یه دونه به علاوه دیگه میندازم اینجا. این وسط چیزی که نیاز دارم اینه که مثلا یه دونه از این خطا بندازم، این طرف اون طرفش هم اسپیس میزنم که تمیزتر بشه. یه دونه هم اینجا میخوایم. آره خب این هم از این. برای اینکه حالا اگر مشکلی بود یک اروری هم بهمون نمایش داده بشه میام داخل اینجا if. خب میام اینجا آخر این if دیباگ رو میذارم debug.log و مسیجش هم مینویسم که success fully حله. خب مسیجش رو هم می نویسم و میام پایین تر السش رو هم میذارم. این هم مسیج الس که اگر ریسپانسش ناموفق بود اون رو نشون بده. کارمون اینجا تمومه. باتن این دکمه رو نوشتیم، کدهاش رو نوشتیم، این دکمه هم کدهاش رو نوشتیم، این هم از این و تمام.
بریم اینها رو تعریف کنیم، اینها رو هم براش تعریف کنیم و از پروژه خروجی بگیریم. من سیو میکنم اینجا. بچه ها نکته، من قبلا داکیومنت رو خونده بودم، تونستم اینا رو اجرا کنم. حتما داکیومنت رو بخونید. توی داکیومنت تمام اینا ریز و درشت تعریف شده و همه رو توضیح داده. اصلا جای گیج شدن نداره. خیلی داکیومنت سرراست و تر و تمیزی داره. برای همین هر جا به مشکل خوردید فقط برید سراغ داکیومنتش. خب میام اینجا این اسکریپت رو یه دونه گیم آبجکت براش میسازم. اجازه بدید قبلش من این رو ببندم. کل این پنجره رو پر کرده. خب یه دونه گیم آبجکت میسازم و اینجا بهش میدم مثلا لیدربورد اسکریپت. خب این رو بهش میدم. اینجا ببینید اول از همه ممبر آیدی رو میخواد، اینپوت فیلدش رو. خب بیاید بهش بدیم دیگه. کدوم بود؟ اینه، ممبر آیدی. اینپوت فیلد درست شناسایی کرد. و مورد بعدی هم پلیر اسکور رو میخواد به عنوان اینپوت فیلد. این هم از این. دست به این نذارید، حالا کاش پرایوتش کرده بودیم رو. و اینجا خب ببینید قبل از اینکه این رو براش تعریف کنیم، از این قسمت بالا قفل رو بزنید که روی این صفحه قفل بشه و بیایید باز کنید آیتم های لیدربوردتون رو. حالا تا جایی که میخواید نمایش بدید، من میخوام 20 نفر اول رو صرفا نمایش بدید. این تکست ها رو من میگیرم همش رو. خب وقتی همه این تکست ها رو سلکت کردید، با هم دیگه بگیریدش بیارید بندازید اینجا. همش رو اینجا تشخیص داد و دونه به دونه اینجا داره نمایش میده. خب کار بعدی که باید انجام بدیم اینه که این دوتا دکمه رو وصلشون کنیم. توابعشون رو نوشتیم و دیگه الان باید متصل بشن. به علاوه رو بزنید اینجا داخل کامپوننت باتن و این اسکریپت رو بهش بدید. خب کجا بودیم؟ اینجا. دوباره خب بیایید به علاوه رو بزنید و این اسکریپت رو هم بهش بدید. از این قسمت فانکشن داخل لیدربورد باتن شو اسکور رو انتخاب کنید. این برای این و بیایم سابمیت رو هم بهش بدیم. به علاوه رو بزنید و لیدربورد اسکریپت و از اینجا سابمیت اسکور. خب بریم ازش خروجی بگیریم ببینیم چی میشه. من اجرا میکنم پروژه رو. همینجا هم داخل ادیتور خود یونیتی هم میتونید خروجی بگیرید و نیاز نیست که ببرید داخل شبیه سازی. اینجا مثلا می نویسم که چقدرم ریزه، کاش یکم درشتش کرده بودیم. بذارید اینپوت فیلد این رو یکم درشترش کنیم. اون قفل رو بردارید. خب اینجا یه دونه حسن بنویسیم. الان خوب شد. خب یکی اسکور رو هم درستش کنیم. کافی این رو بذارید 50، مشکل حل میشه. و پایین تستش کنم مثلا درست. خب بریم برای خروجی گرفتن. امیدوارم که به همون اروری نشون نده. اینجا حسن رو میزنیم و اینجا هم مثلا 56. سابمیت اسکور، شو اسکور. هیچ اتفاقی نمیفته. خب برمیگردم به داکیومنت که همچین وقتایی احتمالاً یه مرحله رو جا انداختیم. برمیگردم و ریز و درشت مجدد همه رو میخونم.
خب اتفاقی افتاد اینه که ما کنسول رو باز کردیم و وقتی پروژه رو استارت میکنیم همون اول کار میگه که error starting locker session و منطقاً چیزی که قابل حدسم بود همین بود که اصلا نمیتونه متصل بشه به لوکر. خب بریم مشکلش رو حل کنیم ببینیم ایرادش از کجاست. خب ما یه مرحله مهم رو توی پیاده سازی لیدربوردمون انجام ندادیم. بچه‌ها باید بیاید وارد قسمت تنظیمات بشید و از این قسمت پلتفرم بیایید این پایین و حالا پلتفرمی که میخواید رو انتخاب کنید. اگر که برای اپل دارید بازی میسازید، استیم یا حالا گوگل، و همون پلتفرم رو انتخاب کنید. ما خب برای حالا لاگین های در واقع مهمان بود این رو کلیک میکنید و انیبل رو میزنید، اینجا سیو رو انتخاب میکنید. الان بازی ما فعاله و نباید مشکلی داشته باشه. من برمیگردم و مجددا پروژه رو ران میکنم. اون موقع تا حالا اروری که بهمون میداده به خاطر همین بوده. میبینید که به صورت موفقیت آمیز استارت شد. حالا من اینجا مینویسم اون چیزی که میخوام رو و اسکورش رو هم میذارم، سابمیت. میبینید که سابمیت هم با موفقیت انجام شد و نمایش امتیاز. این هم از نمایش امتیاز، رتبه 1 حسن با 45 امتیاز. حالا مثلا مینویسم محمد با 98 امتیاز، سابمیت اسکور با ساکسسفول و اینجا هم شو اسکور. محمد اومد صدر جدول با 98 امتیاز. ممنون که توی این ویدیو با من همراه بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. همیشه در حال دیباگ باشید و همیشه ارورهای حل شدنی داشته باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد.